سلام علیکم دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. شب بخیر. پروردگار دعا میکنم در این پیش خانه خدا، در این پیش مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در اینجا خواب است، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت بلال و عایشه مادرمان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که روزانش هم همینجا است. دعا میکنم که پروردگار یکی شما را میلیون بگردونه که شما به همه سختی و زندگی نگه نکرده. الحمدلله سخن ما را قدر کرده. به خاطر خدا، به خاطر دو معیوبی که زن شوهر گفته بودم، الحمدلله 15,000 سومانی که گفتیم جمع گیر شد. الحمدلله پس سرویناس خدا خیرش ده که رفت رسان. از همه شما میندارم. ان شاء الله دعا میکنم که این جاهای مقدس همه شما را، اهل بیت شما را پروردگار دیدار این جاها را و مقصد پروردگار به شما برسونه. پروردگار هر یک قدم تا اهل بیت فرزنداتون قاری قرآن خدمتگار راه اسلام کنه که شما چقدر خدمت میکنید در راه خدا، در راه مردمی کمبغل. از همه شما میندارم دوستان عزیز. ویدیو رو تماشا کنید. مینداری برادر معیوب قطعی همسرش برای شما دوستان. خدا نگهدار تو. شبای ناز و هر یک قدم شما. خدا نگهبان هر یک قدم شما باشد. دعا میکنم برای شما. بنده پرگناه از مدینه منوره، از جای پاک و بهشتی روی زمین در روی دنیا که الحمدلله تا حتی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و که دجال حتی در این مدینه و مکه در آمدن نمیتونه، برای که این جایها مقدس هستند و ان شاء الله تا روز قیامت میمونن. خدا نگهدار هر یک کدوم شما. السلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز، برادر دست بخیر. خیلی که میبینیم ما در نزدی همین اویله که گوی مایبان مایب یکمان قرار داریم. همین اویله در راستیگه 15,000 سومون در کار بود مراجعت کردگی بودن. این روز ما همین 15,000 سومون و دستگیری مردم خیرخواه جمع آوری کردیم. همین 15,000 سومون دست همین اویله نمیتیم. میندوری همین اویله که گوی مایب یکمان و مردم خیرخواه. من اول میندار هستم به مردم غریب که ما دستگیری کردن. هزار رحمتی کردن. ساق رفتن سلامت بیان پیش فرزندشون. همه وقت دعاگو هستیم در سر جوی نماز در حقشون. رحمت به اکی منصور، رحمت به اکی بابا جان، اکی خسرو رحمت، اکی سرویناز رحمت، اکی آسیه بانو. هزار رحمتی کلام تشکر. آمین برحمتی که ارحم الراحمین. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یک بیروند. این عمر عزیز به کس نماند جاوید، آیند و روند و باز آیند و روند. بله دوستان عزیز، نگاه کنید به یک قول قریب 70,000 صحابه در اینجا قرار دارند. بعض برادرایی که هستن که خدا رحمت مغفرتش کنه گور شو کرده ایستادن. اینها را هم با یک امید، با یک آرزو زندگی داشتن. امید داشتن که پس سحر میخیزیم بعضی کارهای دنیوی میکنیم که خداوند نصیب این کارهاشو نکرد. مرگ آمده بود چون با هم خاطر چی میمونه؟ فقط عمل نیک، کار خیر. همیشه دستگیری مردم نیازمند باشه، دستگیری مردم کمبغل و فقیر باشه، معیوب ها باشه. فقط عمل نیک میمونه. با هم خاطر در امان خدا باشه. دعاگوی هر یک مردمی خیرخواه و مسلمان باشه که در راه خدا خیر